از مستحبات احرام: و اتم الحج والعمرة لله، یعنی و حج و عمره را برای الله به اتمام برسانید. مناسک حاجی یا معتمر فقط با بستن احرام که نیت ورود به عمره یا حج است کامل نمی گردد. لذا حاجی یا معتمر این نیت را صراحتاً بیان می کند و می گوید لبیک اللهم عمره یا لبیک اللهم حج، یعنی بار الها امر انجام عمره یا امر انجام حج را اجابت کردم. حاجی و معتمر به احترام بیت الله الحرام از مکانهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مشخص کردند احرام می‌بندند و به آن میقات میگویند. مکان این میقات ها بر حسب مبدأ او متفاوت است و حاجی یا معتمر از خارج مکه نباید بدون احرام از این میقات ها عبور کند. حاجی و معتمر عزیز، مستحب است که محرم قبل از بستن احرام غسل کند و عطر بزند. هنگامی که لنگ و ردای خود را به تن می کند، همان گونه که برادرانش از سراسر جهان یک لباس موحد می پوشند. نه رنگ و نه لباس آنان را از هم جدا نمی کند. محرم نیت ورود به نسک را به جا می آورد و شروع به تلبیه می کند. اما در مورد زنان، با پوشیدن هر لباسی که می‌خواهند احرام می‌بندند، مشروط بر این که گشاد باشد و دارای زینت نباشد. همچنین مستحب است که محرم قبل از شروع حج یا عمره الله را تسبیح گوید و او را ستایش کند و مردان هنگام تلبیه صدای خود را بلند می‌کنند، در حالی که زنان در حضور مردان نامحرم صدای خود را بالا نمی‌برند. تلبیه با ورود به حالت احرام شروع می شود و برای معتمر با دیدن کعبه یا شروع طواف پایان می یابد و برای حاجی تا سنگ زدن در جمره عقبه ادامه دارد. در پایان حاجی عزیز، هنگام احرامتان از آمیزش جنسی، شکار کردن، عقد نکاح، کوتاه کردن مو یا ناخن و عطر زدن بپرهیزید، زیرا احرام و نسک شما را باطل می کند. الله متعال طاعات شما را قبول نماید.